اینکه اسلام آمادگی است بعضی جاهلیت مبارزه میبرن تا این جاهلیت از بین بره و قبول نکنیم یا مطرح به قتل میرسیم یا که از این شهر بیرون میکنیم که زندان همین تهدیداتی که برای تمام پیامبران میشید امروز برای مسلمان هم تهدید میشه. یعنی شریعت شما یک چیز فهمید، شریعت پیشی علم آموزی رو نمیگیرن. خب پسر باشه خودش علم گیرن. علم ها به دو تقسیم میشه. علم هایی که فرض عین است، هر یک آدم باید علم آموزه. علم هایی است که فرض کفایه شرط میگه هم آموزه، یک دو نفر آموزه از گناه از دیگران ساخته میشه. هر یک شهر یک نفر دو نفر اگر آموزه دیگران گناهکار نمیشه. لیکن جاهلیت چیزا میگن؟ جاهلیت همون است که هر عقیده و هر عبادت و هر بگیم که آداب و اخلاق و هم عرفی که مخالفی، یعنی که اون عقیده و عبادت و آداب اخلاق اسلامی است، اون جاهلیت میگن. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز، امروز انشاءالله با کمک الله تعالی یک درسی از کتاب الاربعون فی اصول الدین و قواعد شریعه را میخونیم. موضوعی که قرار است امروز با کمک الله من بخونیم موضوع این است که دیمومة الصراع بین الاسلام والجاهلیه و ان الاسلام ثورة على الجاهلیه والسلطات المغتصبه و ان الدين لا يقوم الا بتحتیم آلهة مزيفه ولا يقبل انصاف الحلول مع الجاهلیه ولا التفاء بینهما. یعنی موضوع به این معنی است که یعنی که کشمکش دائمی مابین اسلام و جاهلیت، یعنی که از روزی که اسلام آماده است بر ضد جاهلیت مبارزه بردگی است. جاهلیت چیزا میگن؟ جاهلیت همون است که هر عقیده و هر عبادت و هر بگیم که آداب و اخلاق و هم عرفی که مخالفی، یعنی که اون عقیده و عبادت و آداب اخلاق اسلامی است، اون جاهلیت میگن. زیرا که اسلام آمد بر ضد همین فکر، عقیده و باورهای کفری و شرکی مبارزه برد تا امروز، تا روز قیامت. وقتی که دین اسلام هست بر ضد همین بگیم که عملهای جاهلیت مبارزه میبرن. زیرا که دین اسلام یک دین کامل است و دین اسلام بگیم دینی نیست که ما امروز بگیم که در این جنبه ما اسلام میگیریم اما در دیگه بخشاش ما اسلام نمیگیریم. نه، دین اسلام یک دین کامل است. از همون باور باشه، مسئله اعتقادی باشه، مسئله عبادت باشه، مسئله آداب اخلاق باشه، مسئله معاملات باشه، مسئله اقتصاد باشه، مسئله سیاست، در تمام جنبه کامل است. و در این جنبه یک و ان الاسلام، میگه همون اسلام میگه یعنی که چیست؟ یک مبارزه بر ضد جاهلیت و حکومت‌های غصب شده است. یعنی که اسلام آمدگی است بر ضد جاهلیت مبارزه میبره تا یک جاهلیت از بین بره. و همچون حکومتایی که به زور گرفته شده، در اون حکومتایی که در اونجا عدالت نیست، بر ضد اسلام، بر ضد مسلمان ها، بر ضد شعائر دین مبارزه میبرند، اسلام بر ضد اونا مبارزه میبره تا اینکه در اونجا قانون الله و دین الله آزاد باشه. مبارزه اسلام از روز اول تا روز قیامت همین است. میگه همان دین قایم نمیشه تا اینکه از بین برده شود این حکومت، این بگیم که حاکم ها یا که این معبود های خود ساخته. بعضی کسا، بعضی پادشاه امروز به شکل یک معبود شدگن، مردم یعنی که امر میکنن، مجبور میکنن که از اون اطاعت کنن، در حالی که اطاعت کردن در او در یک کار گناه، یک کاری که الله متعال او را برای تو اجازت نمیده یا که یک چیزی که در شریعت او حرام است، مجبور میکنه که این کار را بکن. این همی است که یعنی که اسلام قایم نمیشه تا زمانی که همین چیزها از بین برده بشه. و همچون اسلام بگیم که نیست یا سازش با جاهلیت قبول نمیکنن. به این معنی است که یعنی که وقتی پیامبر الله صلی الله علیه و سلم اومد و تا حتی همین پیشنهاد خود مشرکین کردن، وقتی پیامبر الله صلی الله علیه و سلم دعوت داد، گفت که مثلا ما از دین تو را قبول میکنیم، بعضی چیزا تو میگیریم و بعضی از چیزهای ما رو آزاد بگذاریم که نیست این را قبول نمیکنم. یعنی که مبارزه اسلام تا روز قیامت همین است که تمام دین مال الله باشه. چی بحث اعتقاد است، مسئله عبادت است، مسئله حکومت است، قضاوت است، سیاست است، آداب اخلاق است، تمام جنبه وقتی که دین اسلام کامل شد، بعد در اینجا همون مسلمان ها وظیفه و مسئولیت خود ادا کردگن. اما نه تا زمانی که در جایی که مسلمان ها و سرزمین اسلامی است مسلمان ها زندگی میکنن
در اوجا قانونهای جاهلیت حاکم است و دین آزاد نیست، شعائر دین آزاد نیست، دعوت دین آزاد نیست، مسلمان آزاد نیست. این همین مسلمان ها وظیفه دار هستند که بر ضد این نوع جاهلیت مبارزه برن تا اینکه دین الله متعال در اوجا قایم بشه. و این تصور و این باور و این عقیده را داشته باشن که امروز ما یعنی که حکومت های جاهلیت، حکومت هایی که برخلاف شریعت و قانون الله متعال حکومت میکنن، با اینا ما سازش کنیم، وظیفه و مکلفیت ما ادا میشه. نه، با اینا سازش کردن در شریعت درست نیست، با اینا اصلا سازش کردن درست نیست. زیرا که همین کافرهایی که امروز ما را قبول ندارن، دین ما را قبول ندارن، قرآن ما را قبول ندارن، شعائر دین ما را قبول ندارن، هیچ وقت از ما و شما راضی نمیشه. این را بدونیم. اگر کسی که تا امروز به این تصور باور بود که کافرها یعنی که با ما میتونن سازش کنن، این فکر عقیده درست نیست. زیرا که الله متعال در قرآن صراحتا و واضح و روشن این مسئله را بیان میکنه. میفرماید که در سوره بقره که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. واضح همواره با شما میجنگند تا اینکه اونها بتوانند شما را چه از دینتون برگردن. تا که شما از دینتون برنمیگردن با شما مبارزه میبرن، جنگ میکنن، دشمنی دارن. یا که در سوره بقره آیه 120 میگه که ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هرگز از یهودیا و نصرانیا راضی نمیشه تا زمانی که از ملت اونها، از دین اونها، از عقیده و منهج اونها پیروی نکنن. دوباره الله شما قل ان هدى الله هو الهدى. بگو همون هدایتی الله، اون هدایت است، اون کامیابی است، اون پیروزی است، اون هدایت است که آخرش همون جنت است. باید دنبال او هدایت انسان ها باشه. و در اینجا میگه که ولا ان اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. یعنی که اگر تو پیغمبر و پیروانی تو بعد از اینکه برای اونها دلیل حجت رسیده شید و اونها از خواهشات نفس خود پیروی کردن، میگه پس میگه نیست برای تو و همچون نیست برای پیروانی تو از جانب الله هیچ ولی و هیچ کمک کننده ای. خیلی الله متعال در اینجا واضح و روشن بیان میکنه. و در سوره انفال میگه که و این یمکروا بک الذین کفروا. میگه نسبت به تو کسای کافرشن مکر حیله میکنن. چی میخواهن؟ یعنی که وقتی پیامبر الله صلی الله علیه و سلم در مکه وقتی که اونها 13 سال دعوت دادن، دیگه اونها جمع شدن به این فکر نتیجه آمدن که باید پیغمبر ما به قتل برسونیم، یا که زندانش کنیم، یا که از این سرزمین مکه او را بیرونش بکنیم. سه چیز: لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک. ترا در زندان کنن، یا که به قتل برسونن، یا که ترا از سرزمین بیرون کنن. سه فکر داشتن. امروز در هر جایی که یک مسلمان از دشمن برزش هم برنامه داره، یا که بخوره به قتل برسونش، یا که زندانش کنه که این سرزمین بیرونش کنه. یعنی که این مسلمان همین دین، منهج، عقیده و همین چه قبول نداره دشمن. میگه و یمکرون و یمکر الله. اونها مکر میکنن، برنامه ریزی میکنن برای است و الله متعال در برابر مکر و برنامه ریزی اونها برنامه ریزی میکنن و الله بهترین تعبیر کننده هست. یعنی وقتی الله نسبت به یک نقشه خوب میکشه مسلمان، الله تو، ربی تو، اون معبوده که تو وقتی او را عبادت میکنی، زیاد او را به دست میاره، او قطعی تو هسته یا تنها نمیگذاره. وقتی دشمن بعضی تو نقشه میکشه و الله متعال بر ضد دشمن همون برنامه و مکر حیله خودشون بر ضد خودشو در اونجا چیکار میکنن؟ آماده میکنه که تا اینکه در همون برنامه خود کامیاب نشوند. میگه که در الله متعال حکایت میکنه از حضرت شعیب که میگه که و این کان طائفه منکم آمنوا بالذی ارسلت. میگه همون یک گروه از شما ایمان آوردن به آنچه که من فرستاده شدم و گروه دیگه ایمان فصبروا، پس به او طایفه میگه صبر کنید. شما میگه حتی یحکم الله بین، تا اینکه الله تعالی مبین ما شما فیصله کنه. امروز مسلمان ها این تصور داشته باشن که من مسلمان هستم، این دین، عقیده و منهج و فکر من هسته، من در دنیا اون چیزی که الله تعالی من مکلف کرده است اون انجام میدم و فیصله در روز قیامت است که بر حق است، که در راه باطل است، که در راه الله است، که در راه صراط مستقیم است، که در راه بگیم که طاغوت شیطان است. فیصله در روز قیامت میشود. اما ما اون چیزی که وظیفه داریم اون رو انجام میدیم. ما میگه که هو خیر الحاکم، او بهترین حکم کننده است.
الله رب ما معبود ما بهترین فیصله کننده هست. این همین تعدیدی دوباره قوم شعیب که مثلا در اینجا بیان میکنه که ما تو چیکار میکنیم، از اینجا بیرون میکنیم و کسانی که همراه تو هستن یا که تو با ملت ما تعدید، یا که اینمی عقیده، اینمی باور، اینمی نظام ما قبول میکنیم، یا ما تو به قتل میرسیم، یا که از این شهر بیرون میکنیم که زندان. همین تعدیدایی که برای تمام پیغمبرها میشید امروز برای مسلمان ها همین تعدید میشه. و الله تعالی میگه که ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا، میگه به طرف قوم ثمود برادرشون، یعنی که برادر نسبی صالح را فرستادیم. چی گفت؟ انی عبد الله، شما الله را عبادت کنید. پس میگه فاذا هم فریقان یختصمون، پس میگه اون دو گروه شدن، با دیگر خصومت میکنن، یک گروه قبول کردن، گروه قبول نکردن. قصه اسلامی عمرو ابن عبسه السلمی است. میگه وقتی که اسلام قبول کرد، میگه پیش پیامبر الله صلی الله علیه و سلم اومد، گفت که برای پیامبر الله ما انت، گفت کی تو؟ گفت انا نبیکم، ما پیغمبر هستم. و گفت نبی کی است؟ درباره نبی منم گفت نبی کسی که ارسلنی الله، من الله امتحان فرستاده است. و گفت که دوباره گفت که فقلت بأی شیء ارسلک، با چه چیز طرف فرستاد؟ گفت که من فرستاد برای اینکه باید ما برپا کنیم صله رحمی که عرب ها صله رحمی نداشتن، ایرا بکنم و این بت‌ها را بشکنم و اینکه تنها الله متعال عبادت کرده شد، در برابر او چیز شریک قرار داده نشود. این پیامبر الله صلی الله علیه و سلم بود، یعنی که برپا کردن صله رحم و از بین بردن بت‌ها و این معبودهای خود ساخته و تنها الله متعال عبادت کرده شود و در برابر او چیز شریک قرار داده نشود. و قصه همین دیگه ابن حارثه است که میگه قبل از اسلام آمدنش، روزی که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم نزد قبایل ها میرفت، در مکه بود، نزد قبایل های عرب میرفت، میخواست که برای خود یک انصار پیدا کنه تا اینکه با انصار یک جا شده از دین اسلام اونها چیکار کنه، حمایت بکنن و دین اسلام به تمام گوشه عالم برسونن. و میگه که هدفش گفت که آن چیزی که تو میگوی، یعنی که دعوتی که تو میتی که مثلا تنها یک معبود باشه، یعنی که آلیها و معبودهای خود ساخته از بین بره و طاعت عبادت بندگی و حکم و قضاوت فیض همه مال الله متعال باشه، گفت که این کار است که هذا امر تکره الملوک، گفت این کار است که پادشاهایی را ناپسند می‌دارند، زیرا که او قوت قدرت و همه چیز از بین میره دیگه. امروز واقعا که امروز دعوت اسلام است و زیاد کسا که نمیخوان اینه که در اینجا یک حکومت اسلامی باشه، قانون و شریعت الله در اینجا حاکم باشه، به خاطر که همون قوت قدرت منصب از جا نروه. واقعا این منصب یک چیز خیلی شیرین است که انسان وقتی که از منصبش میگیرن، انسان شاید دیوانه شه، خودکشی بکنه. میگه که یکی از عرب ها میگه وقتی که پیامبر الله صلی الله علیه و به طرف توحید و یکتاپرستی و دعوت میداد و میگفت که من محمد رسول الله هستم، از طرف الله متعال فرستاده شدم، گفت که با این دعوت ایدن تحاربک العرب والعجم، گفت با این دعوتی تو بکنی هم عرب هم عجم بر ضد چیکار میکنن، جنگ میکنن. یعنی خلاصه این موضوعی که ما خوندیم این است که دین اسلام دین کامل است و دین اسلام یعنی که بگیم که نیست قبول نمیکنه، یعنی که ما بیایم با یک حکومت تنازل بکنیم خیلی شما امروز برای حکومت خود یک نوع قانون‌های خود ساخته بشر دارین، شما یک نوع نصفی از قانوناتون بگذارید، نصفی قانون اسلام بگذاریم، یک جا بشیم کار بکنیم. این خیلی نمیشه. باید تمام مسلمان کوشش تلاش بر همین باشه که در جایی که زندگی میکنن اونجا مسلمانان در اونجا نظام و قانون و شریعت الله تعالی حاکم باشه. دین است که هر نوع کافرهایی که از هیچ وقت از دین ما، از عقیده ما، از منهج ما، از فکر ما راضی نمیشن تا اینکه ما را از دین خودمون بر بگردونن، یا که ما را به قتل برسونن، یا که ما را زندان کنن، یا که ما را از این شهر بیرون کنن. امروز مسلمان به این تصور باشه که ها کافرها یگان شعارها دارن، قانون بین المللی، حقوق بشر، فلان فلان، به درد ما اینها نمیرسن. اینها ظاهرا شعار میدن اما اینها هیچ وقت در فکر و در آبادی ما و در پیشروی ما و آزاد بودن دین ما شما نیست. سیاستاً یک قسمت دین آزاد میگذارن که مبادا در اینجا مسلمان ها به تنگ نیایند، بر ضد ما قیام نکنن، همین کارا میکنن اما هیچ وقت از ما شما راضی نمیشن. یعنی که تا زمانی که مسلمان ها
در سرزمینی که زندگی میکنند اونجا مسلمانشین هستند تا که دین الله، قانون الله، شریعت الله، حکم الله در اونجا حاکم و بالاتر نباشه، این وظیفه که به دوش اینا گذاشته شده است، این وظیفه را اونها انجام ندن و حتما در روز قیامت پرسیده میشوند. بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شریعت برای علم سن و سال محدود کردگی نیست. تا آخرین لحظه های حیاتتون علم آموزید. امام احمد پرسیدن که ای امام تا کی شما قلم و دفتر میگیرید؟ گفتن که تا قبردان را گفتن. همراهی رنگدان تا قبردان، یعنی تا وفات. همین گونه، یعنی هر روز باید ما علم آموزیم، دانش آموزیم. شرط نه که در دانشگاه باشد. یعنی شریعت، شما یک چیز فهمید، شریعت پیشی علم آموزی رو نمیگیرد. خواه پسر باشه خواه دختر علم گیرد. من امروز آنلاین ها هست، اگر خواهید که دخترتان خواند، هست کشورهایی که یعنی دانشگاه هاش برای دخترها علاهیده هست در دنیا. جستجو کنید، من میدانم مثلا شما هم جستجو کنید یا به دخترتون خوانونید. ما یعنی شریعت هیچگاه پیش راه علم نمیگیره، بلکه اولین سفارش الله تعالی به علم است. اقرا، علم آموز. حسان ابن ثابت، حکیم ابن حزام رضی الله عنه، این دو نفر در سن 60 سالگی اسلام قبول کرده است. 60 ساله بودن، 60 سال عمرش در کفر و شرک گذشتگی است. لیکن روزی که مسلمان شد، هر روز علم آموخت. 120 ساله شد هر دوشم. 60 سال علم آموختگی است، از 60 سالگی تا 120. بنابراین علم آموختن هیچگاه یعنی وقت و ساعت طلب نمیکنه. شوهر کنید، دوام دید. اگر انسان اراده مستحکم داشته باشد، کوشش کند، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، آنهایی که در راه ما کوشش میکنه، الله تعالی آنهای هدایت میکنه. حرکت کنید، کوشش کنید، وقت ضایع نکنید، انشالله موفق میشید. شوهر کنید، زن گیرید، با دوام دید خواندنه. انتخاب کنید دانشگاه های خوبه. دانشگاه نشود آنلاین هست، نشود با دیگر راه ها کورس ها هست. المهم علم داشته باشید. بله. بله برادر مصطفی بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد سوال داشتیم برای شما. صدا هست؟ استاد، یک نفره که میخواد که مدرسه خواند، میخواد که علم آموزد، اما پدر و مادر او یعنی که اگر فهمند که او میخواد علم آموزد 1% هم راضی نمیشوند، ولی آن میخواد که هم علم آموزد هم پدر و مادرش از او خفه نشوند. چی خیل کنه؟ چی کار کردنش لازم است؟ میرم یعنی که پدر و مادرش الحمدلله مسلمان هستن، اهل علم هستن، اما کمتر ایمانی آنها نمیدونم ضعیف است یا که انسان‌هایی که پیشتر هستن گوییم. چی هستن؟ انسان‌های قدیم هستن گوییم به لفظ خودم. در عصر 21 نگین قدیمه. خب به هر حال این آدم برادر است، خواهر است، کسی نباشد. علم شریعت آموختنی هستن؟ بله علم دینی. بله، اگر امکانیت علم شریعت آموختن داشته باشد، در او شرط های طالب علمی باشد، مقصد ذهنش تیز باشد، آداب و اخلاقش خوب باشد، عقیدش تازه باشد، نیتش صاف باشد، به خاطر الله تعالی علم آموزد، همین خیلی امکانیتاش باشد، کوشش کند علم آموزد. برای آنکه این اصلا هر گناهی که در روی عالم میشد سببش علم دارا هست. آنها به طریق باید و شاید علم را نرسانیدند که جامعه به این حالت آمده رسید. به سبب این و آن آدمی که علم دارد علم را نرسانید
و هر یک گناهی که در عالم می شود واقعا سببش آنها هست. بنابراین و اگر شما علم آموزید و مردم رسانید، خیلی در این خیر هست، برکه هست، برای مردم فایده هست. بنابراین اگر مادامی که در همین راه الکی موفق شده باشید و در خود علامت های طالب علمی را دیده باشید، الکی برای شما فرض عین میشد. اصلا آموختن علم به قدری حیات و لازم های خود فرض عین است برای همه. مثلا چگونه طهارت کردن، چگونه نماز گذاشتن، چگونه روزه داشتن، چگونه زکات دادن اگر اهل زکات باشه، یا چگونه حج کردن و حج رفتنی باشه، اینو فرض عین است. فرض عین یعنی برای هر یک بنده فرض است. فرض یعنی حتمی است. اما بعضی علم‌های هست که آموختنش فرض عین نیست، مانندی مثلا علم میراث. یک آدم علم میراث میدوند، دیگران نمیدوند، فرض کفایه است. وای کفایه یعنی یک آدم اگر اما علم را آموزد گناه از دیگرها ساقط میشد. لیکن یگان آدم نباشد که علم میراث نمیدوند، همه گناهکار میشد. یا علم مصطلح الحدیث، یا علم اصول فقه، یا علم تجوید. علم تجوید با قاری های قرآن یعنی فرق میکند. یعنی یه آدمی که قرآن خواندنی از قاری نیست، طالب علم نیست، و فقط برای عبادت هر یک مسلمان باید قرآن خوانده تاند. و این چونین معناش هم بعضی علما میگن که فهمد. برای چی؟ برای اینکه اصلا این قرآن یک مکتوبی هست از جانب الله تعالی به بندش، و این مکتوب شما باید خودتون فهمید که پروردگارتون، ذاتی که شما را آفرید، برای چی گفته است در این به شما. بعضی علما مثال عادی میفرستند که فرضاً یک آدم یک رفیق بای یپانی یا خیتایی، ژاپنی، خیتایی مثلا یا انگلیسی دارد و از آن رفیق بایش برای او، خاصتا اگر او شاه باشد، یعنی هم ملک دارد و هم سلطنت دارد، به زبان همون خارجی خودش، به زبان بیگانه برای این مکتوب کرد. وقتی مکتوب به دستش رسیده آمد، یکم کار چیکار میکند؟ این مثالای عقلی و ساده برای فهمیش یکم کاری میکردگیش، خودش که نمیداند این زبان ها، ترجمان میکاود که اون ترجمان هم درست ترجمه کند و هم خیانتکار نباشد، که یکی اون جنگی معلومات های گیرد و برای خودش استفاده برد، معلومات های فایده ناک باشد، خاصتا مسئله پول و مال باشد. کیه میکاود؟ او فلانی میگد زبان میدوند لیکن مشینیک است، فریبگر است، شاید مکتوب نادرست ترجمه کند و نمیشد. کیه انتخاب کنیم؟ یه ترجمانی میکاود که درست ترجمه کند و خیلی که هست همون خیل ترجمه کند، فریب نکند. اینچون علم داشته باشد که با خطا ترجمه نکند، یکی جستجو میکند. لیکن این کتاب قرآن کریم الله تعالی برای شما خطاب کرده است. داریم برای چی شما به واسطه دیگرها سخن الله میفهمید؟ درست است که مثلا مفسرهای قرآن خیلی گوناگون هستند، لیکن کوشش میکنن ساده تر فهمونن. لیکن حرکت کنید، خودتان آموزید. به هر حال علم ها به دو تقسیم میشه. علم هایی که فرض عین است، هر یک آدم باید علم آموزد. علم هایی است که فرض کفایه، شرط نه که همه آموزه، یا دو نفر آموزد از گناه از دیگرها ساقط میشه. هر یک شهر یک نفر دو نفر اگر آموزد دیگرها گناهکار نمیشن. لیکن شخصیتی که علاقه علم شریعت دارد، آموخته است، مثلا دانشگاه تمام کرده یا یک کورس خوانده است یا در نزد یک اهل علم گرفته است، علاقه زبان عربی آموخته است، علاقه برای این آدم فرض عین شده است. یعنی شما هم وقتی که در خودتون همین چیزایی میبینید، صفتایی میبینید، در این حالت فرض عین میشد. فرض عین که شد، شما علاقه مثلا این فرض عین که شد مانند نماز است. پدرتون گفت که نماز بامداد نخوان بچم،
یعنی چی کار میکنید؟ گفتی پدر رو میکنید یا که گفتی الله تعالی رو میکنید؟ مجبور هستی فرض عین باید اجرا کنید. مثلا این رسانیدن شریعت فرض عین است. پدر مادر میگن که نرسان، لیکن این فرض عین است. نه یا بیماری دیگه پیدا میشد بینید که باید چند فایزی دنیا مردم رفت است. نمیدونیم که در قطار اون آدمایی که میمورد ما هم هستیم یا نیستیم. انا بعد حساب و کتاب، انا بعد پشیمانی. برای همین فرض عین اگر برایتون فرض عین باشد دیگر کسی را اطاعت نمی کنید. لیکن معنی آن ندارد که پدر و مادر را رنجانید، عذاب دهید. یعنی اونا را راضی کنید به یک طریقه که به یک اسلوبی که اونا راضی کنید، لیکن علم آموزید. یعنی پیش راهی فرض نه که اذیت ندهید، آزار ندهید، داد نزنید، تحقیر نکنید، همیشه احترام آنها و نیکی به آنها رو دوام دهید، لیکن علم هم دوام دهید. الله اعلم.